بچه اینجا اومدم براتون این چیز رو نشون بدم که قیمت این سرخ‌کنان که یه تیکه است، خیلی قشنگه و جدیده. البته این جلد و چسبش رو زدن نمیتونم باز کنم که نشونتون بدم به چه شکله. همزمان با هم میتونید توی دو قسمتش غذا بذارید، مثلا یه قسمتش سیب زمینی بذارید، یه قسمتش مرغ بذارید که همزمان با هم دو تاشون رو میتونه کاور کنه و آمادهش کنه. همزمان با هم دیگه نیازی نیست که توی دو زمان یه کاری رو انجام بدید. چیز خیلی قشنگه. $199 $199. خب اگه اشتباه نکنم مثلا حدود 20 میلیون 22 میلیون تومانه. گفتن این قیمت ها رو نشونتون بدم ببینیم به چه شکله. این هم از نزدیک. به هر حال من سعی می‌کنم چیزایی که می‌بینم، حالا من شاید زیاد سلیقه من بالا نباشه، ولی چیزایی رو که می‌بینم جدیده و مردم دور اون هستن و خرید می‌کنن، اونا رو ازشون ویدیو بگیرم و برای شما بذارم. هر چیزی که فکر می‌کنید نیاز دارین که ببینین و بدونین قیمتش چطوریه، به من لطفاً دایرکت بدین، پیام بدین و در تعامل باشین برای چیزای جدیدتر. مرسی همراهی می‌کنین، دوستتون دارم.